همه میگفتن غیر ممکنه ولی من تونستم، اونم فقط تو 6 ساعت. همون گانی که دوستش داشتم و برداشتم و فقط 6 ساعت پلی دادم، دستام داشت میسوخت ولی ارزششو داشت. وقتی که دیدم اسمم رفته تو لیدربورد. اگه اطلاعات کاملی داشته باشی میتونی مثل من هر گانیو که دوست داری راحت ببری لیدربورد. من 3 تا از گانامو بردم لیدربورد. یکی از این گانا گان تکناینه که هیچ کس روش حساب باز نمیکنه، ولی این گان با اسم خودم 47 دنیاست. فردای همون روز تونستم گان MC 13 رو برسونم به 44 دنیا. QQ9 هم تا الان 55 آمریکاست و تا جهانی شدنش هیچی نمونده. برای پوینت گرفتن اون گانتون باید رنک اون اکانتتون لجند شده باشه. بعدش این که هر موقع شما تصمیم گرفتین گانتون رو ببرین لیدربورد، از کارت دابل ایکس پی وی پن استفاده کنید و فقط 24 ساعت اون کارت به شما 2 برابر امتیاز اون گانو میده. بهترین مپ کارای و آلکاترازه چون زود تموم میشه و شما میتونید سریعتر وارد مچ بعدی بشین و دوباره امتیاز بگیریم. پیشنهاد من برای اونایی که میخوان گان اسنایپ یا مارکسمنشون رو ببرن به لیدربورد، مپ اسنایپر چالش، چون همه تو اون مپ فقط با اسنایپ پلی میدن. اون فوت کوزه‌گری و اون اطلاعات کامل توی ویدیو جا نمیشه. تمام این اطلاعات رو سپردم به ربات. شما کافیه این ویدیو رو لایک و سیو بزنید، برای یکی از دوستاتون بفرستین و عدد 15 رو توی کامنت ها برام بنویسید. ربات کمتر از 1 ثانیه بفرسته به دایرکتتون. یادتون نره قبلش حتما باید پیج منو فالو داشته باشین.